یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی که داخل ایران اتفاق افتاده همین بوده. سال 1377 پلیس گزارش مبنی بر گم شدن یک پسر و دختر جوان در جاده جالوس دور و بر یک کلبه جنگلی که نزدیک به رستوران بود دریافت کردند. پلیس بعد از گشتن اون منطقه چیزی دستگیرش نشد، ولی چند هفته بعدش تعداد گمشده‌ها در این منطقه بیشتر شد و پلیسا برای پرسجو به اون رستوران رفتند. تیم ویژه پلیس همراه با سگ‌های جستجوگر راهی این منطقه شدند. به محض نزدیک شدن سگ‌ها به رستوران رد بو گرفتند و مستقیم به سمت رستوران رفتند. داخل که شدند، سگ‌ها بی‌وقفه به سمت یخچال گوشت حمله ور شدند. به محض باز شدن درهای یخچال، بوی تعفن تمام فضا رو پر کرد. پلیس بلافاصله صاحب رستوران و کارکنانش رو به جرم فروش گوشت فاسد دستگیر و رستوران رو پلو کردند. گوشت‌ها برای آزمایش به آزمایشگاه فرستاده شدند، اما نتیجه چیزی نبود که هیچ کس انتظارش رو داشت. تمام گوشت‌های داخل یخچال گوشت انسان بودند و معلوم شد این رستوران خیلی وقتی که گوشت انسان رو به خورد مشتریاش میداده. در نهایت آذر ماه 1378 صاحب رستوران و کارکنانش به اعدام در ملأ عام محکوم شد.